مهمترین تصمیم زندگی ازدواجه. نگید چون امروز نمیشه ازدواج خوبی داشت من کلا نمیرم سمتش. تحت تاثیر این جوایی که تو جامعه راه افتاده نرید، چون ازدواج خوب واقعا میتونه شما رو خوشبخت کنه. و البته ازدواج بعد سقراط میگه فیلسوف، میگن خودش هم اینطوری فیلسوف شده چون یه زن خیلی بدی داشته. شما تو دهه 20 30 40 زندگیتون دارین یک شریک عاطفی رو برای کل زندگیتون انتخاب کنین. اینطوری نگاهش کنین. قرار نیست همه زندگی‌ها به طلاق ختم بشه که خیلی راحت بیاین بیرون. نیایید بیرون. یعنی واقعا من همیشه توصیه‌ام اینه تا جایی که میشه نگه دارید. برای انتخاب خودتون ارزش قائل بشین. فکر نکنید که اگه این آدم نبود یکی دیگه بود من هیچ کدوم این چالش‌ها رو نداشتم. نه خیر. تو هر رابطه‌ای بری داری شخصیت خودت رو میبری. یه سر این داستان تویی. نقطه اتصال این آدم تویی. یک اصل تو زوج درمانی بهتون بگم از دید طرحواره درمانی، میگه امکان نداره در یک رابطه ناسالم یک بیمار وجود داشته باشه. همیشه دو بیمار وجود داره. اگه یه بیمار باشه به سال اول نمیرسه زندگیتون. 10 سال 20 سال کنار هم زندگی کنیم بعد میگه اون دیوونه است، اون بیماره، اون مشکل داره. نه عزیزم، یه ورم تویی نمیبینی.